فرشته‌ای که همه انسان‌ها دیر یا زود با اون مواجه خواهند شد. موجودی که 4000 بال داره و بر روی هر بالش چشم‌هایی داره. یک پای این فرشته پرعظمت روی جهنم قرار داره و پای دیگرش هم روی بهشت قرار داره. موجود وحشتناکی که هر روز به خونه انسان‌ها سر میزنه. فرشته مرگی که همه موجودات رو قبض روح میکنه. داستان زندگی باور نکردنی حضرت عزرائیل علیه السلام. اسم واقعی حضرت عزرائیل علیه السلام عبدالجباره. خداوند اون رو از نور آفریده. عزرائیل علیه السلام 70,000 ستون داره. اون ظاهری بسیار ترسناک و پر ابهت داره. اون 4000 تا بال داره و روی این بالهاش چشمهایی وجود دارن. همه بدنش پر از چشمها و زبانه. اندازه بدن اون از آسمانها و زمین بزرگتره و روی بدن عزرائیل به تعداد موجودات زنده چشم و دست وجود داره. به این طریق اون میتونه هر لحظه و در هر مکانی که بخواد به اذن و فرمان الهی جون موجودات رو بگیره. وقتی که انسانی میمیره، دو چشم اون انسان روی بدن عزرائیل بیفروغ میشه. عزرائیل 4 تا صورت داره. یکی از این 4 صورت به سمت جلو، یکی به سمت بالای سر، یکی به سمت پشت سر و یکی هم به سمت پاهاش نگاه میکنه. عزرائیل به روح پیامبران و فرشتگان با صورتی که بالای سرش نگاه میکنه. با صورتی که جلوی سرش به روح مؤمنان نگاه میکنه و به روح کافران با صورتی که پشت سرش نگاه میکنه و به روح جنیان با صورتی که زیر پاهاش نگاه میکنه. گذشته از اینا، یک پای حضرت عزرائیل روی پل صراط که روی جهنم قرار داره هستش و پای دیگرش هم روی بهشت قرار داره. حضرت عزرائیل در هنگام گرفتن جون حیوانات و حشرات از فرشته‌های همراه خودش استفاده میکنه و در هنگام گرفتن جون انسانها، این فرشته‌ها تا زمانی که جون انسانها تا گلوشون برسه به عزرائیل کمک میکنن و وقتی که جون انسان درست به گلو میرسه، عزرائیل حمله نهایی رو میکنه و روح انسان رو قبض میکنه. تا حالا براتون سوال شده که چرا از بین 4 فرشته بزرگ حضرت عزرائیل به عنوان فرشته مرگ انتخاب شده؟ علت واگذاری این مسئولیت به حضرت عزرائیل چیه؟ همه ما میدونیم که حضرت آدم که اولین انسان بود از خاک آفریده شده. خداوند قبل از خلقت حضرت آدم علیه السلام جبرائیل رو به زمین میفرسته تا به آسمون خاک ببره. وقتی جبرائیل خاکی که قرار بود از اون حضرت آدم آفریده بشه رو برمیداره، خاک به اون التماس میکنه، میگه چی میشه؟ از من بر ندار، چون تعدادی از انسانهایی که قرار از من آفریده بشن بعد از زیاد شدن جمعیتشون در برابر خداوند سرکشی خواهند کرد و به جهنم خواهند رفت. من نمیخوام که پاره ای از من به جهنم بره. چی میشه که از من چیزی بر نداری؟ به دنبال این جبرائیل بدون برداشتن خاک به آسمون برمیگرده. خداوند این بار حضرت میکائیل رو میفرسته. خاک به میکائیل هم التماس میکنه. میکائیل هم بدون برداشتن هیچ خاکی به آسمون برمیگرده. خداوند سومین فرشته یعنی اسرافیل رو میفرسته. خاک به اونم التماس میکنه و اسرافیل هم مجبور میشه بدون برداشتن خاک به درگاه الهی برگرده. خداوند متعال برای آخرین بار حضرت عزرائیل رو میفرسته. خاک به عزرائیل هم التماس میکنه و میگه که میترسم مخلوقاتی که از من آفریده میشن ظالم بشن و به جهنم برن. به دنبال این حرف خاک حضرت عزرائیل هم میگه من هم از این که فرمان الهی رو اجابت نکنم میترسم و بعد خاک رو بر میداره و به آسمون میبره و حضرت آدم از این خاک آفریده میشه. خداوند متعال به عزرائیل میگه از اونجایی که خاک خلقت آدم رو تو آوردی، مسئولیت گرفتن جون بشر رو هم به تو واگذار میکنه. به دنبال این عزرائیل میگه پروردگارا، همه انسانها با من دشمن میشن، از من متنفر میشن. خداوند میگه ای عزرائیل،
نگران نباش، من بیماری ها و حوادث متنوعی خلق خواهم کرد و انسان ها به واسطه این بیماری ها و حوادث خواهند مرد، در حالی که تو همیشه جون اونها رو خواهی گرفت، ولی اونها به تو اصلا فکر نخواهند کرد. اونها خواهند گفت که اون شخص بر اثر فلان بیماری مرد و یا به خاطر فلان حادثه مرد و هیچ کسی تو رو محکوم نمیکنه. میدونستید که حضرت عزرائیل روزی 3 بار به هر خونه ای میره؟ حضرت عزرائیل روزی 3 بار به هر خونه ای سر میزنه. اون جون کسی که رزق و روزیش تمام شده و روزهای زندگیش به پایان رسیده رو میگیره. بقیه اعضای خانواده با فریاد و فغان گریه میکنن. عزرائیل با دستاش در اون خونه رو محکم میگیره و چنین میگه: چرا گریه میکنید؟ من رزق و روزی این شخص رو نخوردم و حتی عمرش رو هم پایان ندادم، بلکه عمر او به پایان رسیده بود. رزق و روزی او تمام شده بود و من هم جان اون رو گرفتم. بی خود گریه نکنید. من همچنان به این خانه خواهم آمد و هیچ کدام از شما را در این دنیا رها نخواهم کرد. حسن بصری رحمت الله با ادامه دادن به حرفای خودش چنین میگه: اگر اهل آن خانه سخنان عزرائیل را بشنوند و او را ببینند، مرده را رها کرده و به حال خود گریه میکنند. بریم سراغ صحبت کردن پیامبر اکرم با حضرت عزرائیل در معراج. دیدار پیامبر اکرم با عزرائیل به این شکله که پیامبر میگه: فرشته‌ای دیدم روی یک تخت نشسته و غمگین و ناراحت بود. در اطراف اون فرشته‌های زیادی وجود داشتند. در سمت راست اون 70,000 فرشته بسیار نورانی صف بسته بودند و همه این فرشته ها جامه سبز بر تن داشتند. بوی خوبی میدادند، به شیرینی سخن میگفتند و به قدری زیبا بودند که نمیشد به صورت آنها نگاه کرد. در سمت چپ اون فرشته غمگین 70,000 فرشته دیگه صف کشیده بودند. صورت این فرشته ها بسیار ظلمانی بود. صورتهاشون کاملا سیاه بود و حرفای شیطانی میزدن. جامه های زشت بر تن داشتن و بوی بدی میدادن. هنگام تسبیح کردن از دهنهاشون آتش بیرون میآمد و در مقابلشون نیزه ها و چوب دستی هایی وجود داشت. چنان چشمانی داشتن که طاقتی برای نگاه کردن در اونا نبود. فرشته‌ای که روی تخت نشسته بود چشمایی داشت که مثل زهره و مریخ برق می‌زدند. این فرشته بالهایی هم داشت، توی دستاش یک صحیفه و در برابرش هم یک دفتر بود. او دائما به اون دفتر نگاه می‌کرد، حتی لحظه‌ای چشم از اون دفتر بر نمی‌داشت و در برابرش درختی وجود داشت. تعداد برگ‌های اون درخت رو فقط خداوند متعال می‌دونه. بر روی هر برگ اون درخت اسم یک نفر نوشته شده بود. باز درست مقابل این فرشته چیزی شبیه سطل وجود داشت. بعضی اوقات با دست راست خودش چیزی از این لگن بر می داشت و به فرشته های نورانی و شیرینی که در سمت راستش حضور داشتن می داد. بعضی اوقات هم با دست چپ خودش چیزی از داخل سطل بر می داشت و به فرشته های تاریکی که در سمت چپش بودند می داد. وقتی به این فرشته نگاه می کردم قلبم پر از ترس و وحشت شد. وجودم شروع به لرزیدن کرد. ضعفی منو فرا گرفت و پرسیدم که این کیه؟ جبرائیل به من چنین گفت: این فرشته مرگه. اسمش عزرائیله. هیچ کسی جسارت دیدن اون رو نداره. اون لذت‌ها رو قطع میکنه و قوم‌ها رو از هم میپاشه. بعد جبرائیل به نزد عزرائیل رفت و به او چنین گفت: ای عزرائیل، این کسی که آمده است خاتم پیامبران است. او حبیب و دوست خداوند است. با او صحبت کن. در برابر این سخن جبرائیل، عزرائیل سرش رو بلند کرد و سلام داد. من هم به نزد او رفتم و سلام دادم. او جواب سلام منو داد. در برابر من بسیار تعظیم کرد و گفت: سلام بر تو. خداوند متعال وجودی پربرکت تر از تو خلق نکرد. خداوند متعال امت تو را پرکرامت ترین امتها خلق کرد. من نسبت به امت تو از پدران و مادران آنها مرحمت و شفقت بیشتری دارم. من هم در برابر سخنان اون چنین گفتم: دلم را شاد کردی، غم را از قلبم دور کردی، ولی چیزی در قلبم باقی مانده است. ای عزرائیل، تو را غمگین و محزون دیدم. علتش چیه؟ عزرائیل همچنین گفت:
ای رسول الله، از زمانی که خداوند بلند مرتبه این مسئولیت رو بر عهده من گذاشته میترسم. علتش اینه که میترسم از عهده مسئولیت و وظیفه الهی بر نیام. در اون صورت قدرتی برای جواب دادن نخواهم داشت. به این خاطر غمگین هستم و میترسم. پرسیدم که این شی شبیه سطل چیه؟ گفت این کل دنیاست، از مشرق تا به مغرب، از شمال تا به جنوب. همه این دنیا در نزد من به اندازه یک سطله و به هر طریقی که بخوام در دنیا تصرف و ورود میکنم. باز پرسیدم این دفتری که به اون نگاه میکنی دیگه چیه؟ گفت لوح محفوظه. دفتر کساییه که اجلشون در عرض 1 سال فرا رسیده، فرشته ها اون رو می نویسن و به من میدن. این همون دفتره. وقتی پرسیدم که این صحیفه دیگه چیه، اسرائیل چنین جواب داد: دفتریه که اسم کسایی که روح اونها قرار گرفته بشه همراه زمانی که روحشون گرفته خواهد شد در این دفتر نوشته شده. وقتی پرسیدم که این درخت دیگه چیه، چنین گفت: این درخت عمر انسانهای زنده در دنیاست. وقتی انسانی به دنیا میاد، برگی روی این درخت رشد میکنه و بر روی برگ اسم صاحب اون برگ نوشته میشه. وقتی که اجل اون انسان نزدیک میشه، اون برگ زرد میشه و بر روی اسم موجود بر این لوح میفته و اون برگ رو به فرشته ها میدن. فرشته ها اون برگ رو بر میدارن و با غذای اون انسان مخلوط میکنن و اون رو به اون میخورن. وقتی شخص اون برگ رو میخوره، به اذن الهی بیماری ظاهر شده و اون شخص بیمار میشه. وقتی که زمان اون شخص به پایان میرسه، اسمش از دفتر پاک میشه. من هم دستم رو دراز میکنم و روح اون رو قبض میکنم. میخواد توی مغرب باشه و یا توی مشرق. اگه اون شخص از اهالی سعادت باشه، روحش رو به فرشته هایی که در سمت راستم حضور دارن میدم. اینها فرشته های رحمت هستن. اون روح رو به این فرشته ها میدم. اگر اون شخصی که روح اون رو قبض میکنم از اهل شقاوت باشه، روح اون رو به فرشته هایی که در سمت چپم حضور دارن میدم. اینها فرشته های عذاب هستن. از شقاوت به خداوند متعال پناه میبریم. پرسیدم تعداد این فرشته ها چقدره؟ اسرائیل چنین گفت: من تعداد اینها رو نمیدونم، ولی هر زمان روح انسانی رو قبض میکنم 600 تا فرشته رحمت و 600 تا هم فرشته عذاب آماده میشن. اونها نظارت میکنن که اون روح به کدام طایفه از فرشته ها داده میشه. هر فرشته ای فقط 1 بار به نزد من میاد و این امر تا روز قیامت به همین شکله. بعد از این دوباره پرسیدم: ای فرشته مرگ، آیا تو روح همه انسانها رو قبض میکنی؟ او هم چنین جواب داد: من از زمان خلقت تا کنون از جای خودم تکون نخوردم. 70,000 فرشته در خدمت من هستن. 70,000 فرشته دیگه هم زیر دست هر کدوم از این فرشته های در حال خدمت رسانی هستن. وقتی که بخوام روح یک نفر رو قبض کنم، به اونها فرمان میدم و اونها میرن و روح اون شخص رو تا گلوش بالا میارن. بعد من دستم رو دراز میکنم و روح اون رو قبض میکنم. رسول خدا همونطور که به واسطه واقعه معراج با اسرائیل در آسمونها دیدار کرد، در دنیا هم با او دیدار کرد. آخرین این دیدارها هم حادثه خاصی بود که در هنگام وفات رسول خدا اتفاق افتاد. حرف گفتن رسول خدا در هنگام مرگ با اسرائیل این چنین بود: پیامبر دو عالم دیگه داشت نفسهای آخر خودش رو میکشید. زمان رفتن رسیده بود. خداوند متعال به اسرائیل گفت: با زیباترین صورت خودت به سراغ رسول و حبیب من برو. اگه اجازه بده روح اون رو به نرمی و لطافت قبض کن و اگه اجازه نداد برگرد. اسرائیل با زیباترین صورت و در قالب انسان بر در خانه سعادت پیامبر مهربانی ظاهر شد و گفت: السلام علیک ای صاحب خانه نبوت، آیا اجازه ورود می دهید؟ رحمت خداوند متعال بر شما باد. حضرت عایشه به حضرت فاطمه که بر سر بالین پیامبر اکرم نشسته بود گفت: تو جواب این شخصی که اومده است رو بده. حضرت فاطمه هم به دم در رفت و با صدای بسیار غمگین گفت: ای بنده خداوند متعال. رسول خداوند در حال حاضر با احوالات خودش مشغول. اسرائیل دوباره اجازه ورود خواست. حضرت فاطمه همون جواب رو داد. اسرائیل برای بار سوم بر پیامبر اکرم سلام فرستاد و با صدای بلندی اعلام کرد که باید وارد منزل بشه.
پیامبر اکرم از موضوع با خبر شد و گفت ای فاطمه پشت در کیه؟ حضرت فاطمه رضی الله عنها گفت ای رسول خدا پشت در کسیه که اجازه ورود میخواد. چندین بار به او جواب دادم ولی وقتی برای بار سوم درخواست کرد رعشه بر وجودم افتاد. به دنبال این رسول خدا گفت ای فاطمه آیا میدونی که اون شخص پشت در کیه؟ او عزرائیل همون فرشته مرگه که لذتها رو از بین میبره و جوامع رو از هم میپاشه، زنان رو بیوه و کودکان رو یتیم و قبرها رو آماده میکنه. پیامبر فرمود ای عزرائیل وارد شو. بعد از عزرائیل که در حال انتظار بود پرسید ای عزرائیل به ملاقات من آمده یا برای قبض روح هم آمده؟ عزرائیل گفت هم به عنوان مهمان و هم به عنوان مسئول آمدم. خداوند متعال به من فرمود که با اجازه خودت به دیدارت بیایم. ای رسول خدا فقط با اجازه خودت روح تو را قبض میکنم. اگر اجازه بفرمایید روح شما را قبض میکنم. اگر اجازه ندهید برمیگردم و به نزد پروردگار خودم میروم. رسول خدا گفت تمام نگرانی و ناراحتی من برای امتمه که بعد از من باقی میمونه. جبرائیل گفت ای دوست خداوند متعال خداوند در روز قیامت تا وقتی که تو راضی باشی امت تو رو خواهد بخشید. قبل از همه پیامبر تو رو و قبل از همه امت هم امت تو رو وارد بهشت خواهد کرد. خداوند متعال وحی کرد که ای حبیب من این همه محبت و مهربانی به امتت رو چه کسی در قلب مبارک تو قرار داد؟ پیامبر اکرم گفت پروردگار متعالی که منو آفرید و تربیت کرد. خداوند متعال هم گفت رحمت و مرحمت من بر امت تو 1000 برابر بیشتر از رحمت و مرحمت تو بر اونهاست. اونها رو به من واگذار کن. بعد پیامبر اکرم گفت حالا آسوده شدم. ای عزرائیل وظیفه خودت را انجام بده. عزرائیل برای انجام وظیفه خودش به وجود مبارک پیامبر عظیم الشأنی که کائنات به احترام وجود اون خلق شده بود نزدیک شد. پیامبر اکرم دستای خودش رو درون سطل آبی که در کنار خودش بود کرد و دستای خیس خودش رو بر صورت مبارک خودش کشید و گفت لا اله الا الله ای پروردگار من رفیق اعلی. عزرائیل شروع به گرفتن روح مبارک پیامبر دو عالم کرد. در حین قبض صورت مبارک رسول خدا گاهی سرخ و گاهی زرد می شد. رو به عزرائیل کرد و گفت آیا روح امتم را هم با همین روش و به زور و سختی قبض می کنی؟ عزرائیل گفت ای رسول خدا روح هیچ کسی رو اینقدر راحت قبض نکرد. پیامبر اکرم که حتی در آخرین لحظات مرگ هم امت خودش رو فراموش نکرده بود گفت ای عزرائیل سختی و فشاری که قراره در هنگام گرفتن روح امتم اعمال کنی رو روی روح من روا دار، چون اونها ضعیف هستن و طاقت این همه سختی رو ندارن. بعد گفت لا اله الا الله رفیق اعلی و روح مبارکش قبض شد و به ملکوت اعلی پیوست. از داستان پیامبر و حضرت عزرائیل که بگذریم به حضرت موسی و حضرت عزرائیل میرسیم. در حدیثی چنین گفته شده ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل برای گرفتن روح حضرت موسی به سراغ اون میره. وقتی که عزرائیل به سراغ حضرت موسی میره حضرت موسی یک سیلی به عزرائیل میزنه و یک چشم عزرائیل در میاد. عزرائیل به بارگاه الهی برمیگرده و میگه پروردگارا مرا به سراغ چنان بنده‌ای فرستادی که اصلا نمیخواد که بمیره. خداوند متعال دوباره چشم عزرائیل رو به حالت اولش برمیگردونه. علما معنای خاصی که باید از این حدیث درک بشه رو به شکل‌های مختلفی تفسیر کردن. یکی از این تفاسیر اینه که عزرائیل روح همه رو قبض میکنه در حالی که در یک مکان در حال گرفتن جانیه، همزمان در جای دیگری در حال قبض روح شخص دیگه‌ایه. چون عزرائیل نورانیه، جسم نورانی به واسطه آینه های زیاد در یک زمان در مکانهای زیادی میتونه حضور پیدا کنه. اون چیزی که در آینه روح انسان منعکس میشه وجود حقیقی حضرت عزرائیل نیست، فقط یک انعکاس ساده توی یک آینه است.
چون حضرت موسی به این صورت منعکس شده سیلی زده، چشم اسرائیل در صورت منعکس شده در آینه از حدقه بیرون اومده، نه چشمی که در وجود حقیقی اسرائیل. حالا بریم سراغ حادثه‌ای که بین حضرت سلیمان و حضرت اسرائیل افتاده که نشون میده همه موجودات باید طعم مرگ رو بچشن و از مرگ نمیتونن فرار کنن. مرد ساده‌لویی که ترس و وحشتون رو برداشته بود به نزد حضرت سلیمان میره و میگه امروز صبح اسرائیل رو دیدم، با خشم منو نگاه میکرد، فهمیدم که میخواد جون منو بگیره. هی پیامبر قدرتمند، همه چیز تحت امر توه، به باد فرمان بده تا منو از اینجا به هندوستان ببره. شاید در اون صورت اسرائیل نتونه که منو پیدا کنه. حضرت سلیمان وقتی با این وضعیت مرد ساده‌لوح و اصرار و التماس‌های اون مواجه میشه، ناراحت میشه و به باد میگه این مرد رو به هندوستان ببر. باد اون مرد رو بر میداره و در مدت زمان کوتاهی به جزیره دوردست در هندوستان میبره. کمی بعد حضرت سلیمان با اسرائیل مواجه میشه و از اون میپرسه برای چی با خشم به اون مرد نگاه کردی؟ اسرائیل هم میگه من به اون مرد با خشم نگاه نکردم، بلکه با حیرت نگاه کردم، چون که خداوند متعال به من امر کرد که جون اون رو امشب در هندوستان بگیرم. منم با خودم گفتم که این مرد حتی اگه 100 تا بالم داشته باشه نمیتونه که امشب به هندوستان برسه. با گفتن این جمله که این امر چجوری امکان داره با حیرت به اون نگاه کردم. دوستان میبینید که هیچ جوره نمیشه از مرگ فرار کرد. یعنی شما اگه اتفاقی برای یکی از اطرافیانتون یا آشناهاتون میفته نمیتونید بگید که اگه اون شخص توی فلان جا بود این اتفاق براش نمیافتاد. وقتی که زمانش برسه همه ما باید با این دنیا خداحافظی کنیم و با اعمال خودمون روبرو بشیم. بریم سراغ روایت بعدی. بدون شک یکی از اتفاقات باور نکردنی که برای اسرائیل افتاد حادثه‌ای بود که بین اون و حضرت ادریس افتاد. حضرت ادریس سالهای زیادی انسانها رو به دین حق دعوت کرد. اون نقاط قابل سکونت روی زمین رو به 4 منطقه تقسیم کرد و برای هر منطقه نماینده‌ای تعیین کرد. مدتی بعد در روز عاشورا به آسمان عروج کرد. وقتی عمر او در دنیا به پایان میرسه، فرشته مرگ اسرائیل به نزد حضرت ادریس میره. حضرت ادریس به اسرائیل میگه یک بار روح منو قبض کن. به دنبال این خواسته حضرت ادریس خداوند متعال به اسرائیل میگه روح اون رو قبض کن. خداوند متعال دوباره روح حضرت ادریس رو به بدن اون برمیگردونه. حضرت ادریس به اسرائیل میگه که منو به آسمون ها ببر تا بهشت و جهنم رو ببینم. خداوند متعال به اسرائیل وحی میکنه تا حضرت ادریس رو با خودش به آسمون ها ببره و جهنم و بهشت رو به اون نشون بده. حضرت ادریس وقتی وارد بهشت میشه میگه که قصد بیرون اومدن از بهشت رو نداره. وقتی اسرائیل از اون میپرسه که چرا نمیخوای بهشت رو ترک کنی، اون میگه که خداوند متعال فرموده هر نفسی مرگ رو تجربه خواهد کرد. من هم طعم مرگ رو چشیدم. باز خداوند متعال فرموده هر کسی به جهنم سر خواهد زد. من هم به اونجا سر زدم. خداوند متعال فرموده اونها از بهشت بیرون نخواهند رفت. من هم به همین خاطر قصد بیرون اومدن از بهشت رو ندارم. به دنبال این خداوند متعال به اسرائیل وحی میکنه و میگه حضرت ادریس در بهشت خواهد ماند. حضرت ادریس به این ترتیب در بهشت ماندگار میشه. حالا بریم سراغ زمانی که حضرت اسرائیل هنگام گرفتن جون شخصی خوشحال و ناراحت شد. خداوند متعال از اسرائیل میپرسه که ای اسرائیل، آیا تا به حال هنگام قبض روح کسی ناراحت شدی؟ اسرائیل چنین جواب داد: پروردگارا، تو از هر چیزی خبر داری. هنگام گرفتن روح یکی از بندگانت بسیار ناراحت شدم. به این ترتیب که یک کشتی در میان امواج تکه تکه شده بود و غرق شده بود. در آن کشتی نوزاد کوچکی در قنداق بود. امر به مردن مادر آن نوزاد کرده بودی. وقتی داشتم روح مادر آن نوزاد را می گرفتم بسیار ناراحت شدم. بعد از آن نوزاد یتیم سوار بر روی تخته‌ای به سمت خشکی فرستاده و نجات پیدا کرد. این بار خداوند متعال از اسرائیل چنین سوال میکنه: آیا به خاطر داری که هنگام گرفتن جان کسی خوشحال شوی؟ اسرائیل به این سوال چنین جواب داد: بلی ای پروردگار من. فرمان روای ظالمی بود. مردم از او بیزار بودند.
هنگام قبض روح آن ظالم بسیار خوشحال. خداوند متعال می‌فرماید: آیا به یاد داری که آن فرمان روای ظالم که بود؟ وقتی که عزرائیل میگه پروردگارا خیر به یاد نمیآورم، خداوند چنین میگه: همان نوزادی که جان مادرش را با ناراحتی گرفتی، او همان فرمان روای ظالم بود. همونطور که از این روایت میشه فهمید خداوند متعال هنگام گرفتن جون انسانها با اونها با رحمت بیپایان خودش معامله میکنه. جالبه بهتون بگم که روزی هم زمان مرگ عزرائیل که به واسطه اون تمام موجودات روی زمین طعم مرگ رو میچشند فرا خواهد رسید. در اون روز در کائنات هیچ انسانی باقی نخواهد موند. مرگ عزرائیل وقتی زمان دمیدن در سور فرا برسه، خداوند متعال بادی نرمتر از ابریشم از سمت یمن خواهد فرستاد. این باد بدون استثناء روح همه رو قبض خواهد کرد. بعد خداوند از عزرائیل میپرسه: ای فرشته مرگ، در میان مخلوقات کدام یک هنوز زنده است؟ انسانها مردند، جنیان مردند، فرشتگان مردند. وقتی فرشتگان از خداوند درباره زمان موعود سوال می‌کنند، خداوند متعال به آنها یادآوری می‌کند که هر نفسی مرگ را می‌چشد. فرشتگان هم می‌گویند ما روح‌های معمولی نیستیم، در حقیقت ما روح‌های خالص هستیم. در این هنگام این آیه خداوند تجلی پیدا می‌کنه که هر نفسی بر روی زمین فانیه. فرشته ها میگن که ما بر روی زمین نیستیم، در حقیقت ما فقط در آسمان ها حضور داریم. همه چیز بجز خداوند نیست و نابود خواهد شد. حکم مخصوص خداونده و شما به او باز خواهید کرد. فرشته ها به سجده میافتن و میگن ما خداوند یگانه و ابدی رو تسبیح میگیم. بجز فرشته مرگ عزرائیل، بقیه فرشته ها، انسان ها و جنیان و هر اون چی که در آسمان و زمین وجود داره میمیرن. خداوند از عزرائیل میپرسه: ای فرشته مرگ، در بین مخلوقات من کدام یک هنوز زنده است؟ عزرائیل هم میگه: به جز جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و من بنده حقیر تو هیچ کس باقی نمونده. خداوند میفرماید: ای فرشته مرگ، روح جبرائیل رو قبض کن. خداوند باز میگه: باز چه کسی زنده است؟ عزرائیل میگه: میکائیل، اسرافیل و من بنده عاجز تو. خداوند میگه: ای فرشته مرگ، روح میکائیل رو قبض کن. ای فرشته مرگ، روح اسرافیل رو قبض کن. و بعد خداوند جبار از عزرائیل میپرسه: در بین مخلوقاتم چه کسایی باقی موندن؟ عزرائیل میگه: پروردگارا، تو بهتر میدونی که چه کسی باقی موند. به جز این بنده ضعیف تو هیچ کس باقی نمونده. به دنبال این خداوند میگه: ای فرشته مرگ، تو طعم مرگ را به انبیا، رسولان و اولیای من چشاندی. من با اینکه از تمام غیب‌ها به خوبی خبر دارم، ولی در علم ازلی من این حکم داده شده که به جز ذات من هر چیزی محکوم به نابود شده. حالا نوبت توه ای فرشته مرگ، بمیر. سکوت همه جا رو فرا میگیره و فرشته مرگ میمیره. عزرائیل زمانی که سرخوشی مرگ رو حس میکنه خواهد گفت: ای پروردگاری که صاحب عظمت و عزت هستی، اگه میدونستم که سرخوشی مرگ اینقدر جان سوزه، از تو به خاطر قبض روح کردن بندگانت طلب بخشش میکرد. و فرشته مرگ میمیره. وقتی خداوند به دنیا نگاه میکنه، دنیا درست یک خراب است. هنگامی که آفتاب تابان تاریک بشه و هنگامی که ستارگان آسمان تیره شوند و فرو ریزند و در آن هنگام که کوه‌ها به حرکت درآیند و چون شتران آبستن به حال خود رها شوند و چون وحوش گرد آورده شوند و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند و هنگامی که هر کس با همسان خود قرین و جفت شوند، خوبان با خوبان و بدان با بدان، و چون آسمان از جای خود کنده شود و هنگامی که آتش دوزخ را سخت بیافروزند و هنگامی که بهشت را به اهلش نزدیک سازند، بعد خداوند به دنیا نگاه می کند. دنیا کاملا خالی است و می گوید: ای دنیا، رودخانه هایت کجاست؟
درختانت کجاست؟ دریاهایت کجاست؟ قصرهایت کجاست؟ پادشاهانت کجاست؟ فرزندان پادشاهانت کجاست؟ فرمان روایان ظالمت کجاست؟ فرزندان فرمان روایان ظالمت کجاست؟ کسانی که از نعمتهای بیشمار من بهره برده ولی به جای من دیگری را عبادت می کردند کجا هستند؟ امروز فرمان روایی مال چه کسی است؟ هر چیزی جز ذات پاک الهی حال کذات و نابود است. خداوند به همه ما مرگی راحت و با عزت نصیب کنه. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. ممنونم که تا اینجای ویدیو ما رو همراهی کردید. لطفاً برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کنید، نظرات ارزشمندتون رو برای ما کامنت کنید و اگه دوست داشتید ویدیو رو میتونید برای دوستاتون شیر کنید و اگه کانال ما رو سابسکرایب ندارید همین الان دکمه سابسکرایب رو فشار بدید و زنگوله کنار سابسکرایب رو فعال کنید. تا درودی دیگه شما رو به خداوند پاک میسپارم.